خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود آغاز میکنیم. روز قبلی ما شما چرا خوانده بودیم؟ چرا؟ سیستم فایل. بفرمایید. شما جای یک کورس دارید؟ خب از خانه میانی؟ وقتتر بینی؟ والا خب ما حاضری رو گرفتیم. غیر حاضر شدیم. دیروز هم غیر حاضر شد. ها؟ خب ما وقت حاضری رو گرفتیم، یعنی حاضری که گرفتیم به اون که شما دیر آمدیم که حاضری گرفتیم. حاضری گرفته شد حالا شد. حالا 8 دقیقه شد. نه، یک روز هیچ مشکلی نیست. حتی 2 روز هم مشکلی نیست. حتی 3 روز هم مشکلی نیست. حالا مثلا شما هر روز آخرین نفر هستین که مثلا 7 دقیقه 8 دقیقه داخل سنت. نه، منظور می است که از خانه اینا کسی که جای یک کورس داره او رو مشکل نداره. ما میفهمیم، ما میگیم ما کورس داریم جای دیگه. این از اونجایی که رخصت میشم اون دور وقت میگیره. اما از خانه کسی خانهش دور است وقتتر باید حرکت کنه. کسی خانهش نزدیک است زودتر حرکت، چه دیرتر حرکت کنید مشکل نداره. دیگه در مسئله غیر حاضری هم ما کوشش کنین از گفته بودم روز اول از 3 روز بیشتر نشه. حالا ای که باز اگر مسئله اجازه و اینا فرق نمیکنه. خب این 3 روز نهایتش مثلا یک نفر در اکسن 3 روز خیلی زیاد است در یک ماه. حالا چند روز شده؟ 16 روز. 16 روز اینا دستین مثلا 4 روز هم شما نفرایتون غیر حاضر است، مثلا 8 روز غیر حاضری. باز بعضی اوقات باز بدونی که همون تعداد روز که پر شد دیگه باز ما خوب نیست. خب امروز میایم سر موضوع BitLocker درایو انکریپشن کار میکنیم. BitLocker درایو انکریپشن خودش یک گزینه هست در بخش کنترل پنل کامپیوترتون و به خاطر لاک کردن سیستم چی میشه، چه هارد دیسک یا HDD استفاده میشه. به خاطر لاک کردن هارد دیسکتان هست یا ای که شما میتونید برای فلش هم چی بکنید ازش استفاده بکنید. یعنی هم فلش هم شما لاک کرده میتونید و همچنین HDD یا هارد دیسک کامپیوتر خود میتونیم که لاک بکنید. این گزینه را از کجا شما میتونید پیدا بکنید؟ میرین در قسمت رن. در رن که رفتین اینجا نشته میگیرین که کنترل، یعنی کنترل پنل برای شما چی میشه؟ باز میشه. کنترل پنل که باز شد، کنترل پنل بخش تنظیمات خود کامپیوترتان است. کامپیوتر یا ویندوز 2 بخش داره، یکی خود کنترل پنل است، یکی در سیتینگ. اصلش چی است؟ کنترل پنل است. ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8 اینا در کل کنترل پنل داشت، چیزی به نام سیتینگ نداشت. فقط در ویندوز 10 و ویندوز 11 گزینه اضافه شد به نام سیتینگ. صحیح شد؟ گزینه سیتینگ در چی شده؟ اضافه شد. این اینجا که میاد اینجا سیتینگ. ویندوز های قبلی سیتینگ نداشت. در کل اینمی کنترل پنل بود. حالا تنظیمات اساسی ویندوز یا تنظیمات اساسی خود کامپیوترتان اینی بخش است. حالا یک شما میاین قسمت، میاین مثلا بالای گزینه کلیک میکنین و بعد میرین سیتینگ. اینجا که میاین این گزینه هایی که میبینید در اکثر گزینه هایشه که ما اینجا کلیک کنیم ما را در کنترل پنل میبره، یا یکی تنظیمات از اینجا که داریم حتما در کنترل پنل هم را داریم. پس بخش اساسی خود کنترل پنل است. کنترل پنل که باز بکنین شاید بعضیا این قسمی ببینن، بعضی نفرها به شکل لارج آیکن یعنی قسمی ببینن و بعضی نفرها به شکل اسمال آیکن. این 3 حالت ویو داره. 3 حالت ویو یا نمایش داره. این حالت اسمال آیکنزش است. دیگه داریم لارج آیکن است، کلان نشان میده، و دیگهش هم کاتگوری است که به شکل کاتگوری بندی میکنه. یعنی بخش اول بخش سیستم اند سکیوریتی است. یعنی هر گونه مشکلاتی که در بخش سیستم یا امنیت کامپیوترت بود شاید بتونید از قسمت جورش کنید. اگر در اینترنت و شبکه یا اینترنت مشکل داشت میتونید از قسمت تنظیمش بکنید. بخش هاردویر و ساوند، مثلا بخش مثل صدا و اینا مشکل پیش آمد شاید بتونید از اینجا حلش کنید. بخش برنامه‌های کامپیوتر که مثلا میخوای حذف کنی یا نصب کنی در این قسمت است. بخش یوزر اکانت ما اینجا داریم. ببین همون یوزر اکانتی که در
اونجا خوانده بودین اینجا ما شما داره. دیگه داریم پرسونالایز and appearance and personalize. پرسونالایزی که در صفحه دسکتاپ خوانده بودین که میرفتین بک‌گراند و رنگ و اینا رو ست میکردین. در این قسمت است. کلاک اند لنگویج یا کلاک اند ریجین داریم. در این قسمت است که تنظیم ساعت و تاریخ ایناست. و یک بخش دیگه داره به نام اضافه اکسیس برای کسایی که مثلا معلولیت دارن میتونن اینجا یک بخش کمک است که از اون گزینه برایش چیکار بکنن استفاده بکنن. حالا ما میایم یک حالتش بود، یعنی حالت ویو بود، ما میریم به شکل کاتگوری لارج آیکن کلیک میکنیم و به این شکل میخوایم که پیش بریم. حالا در اینجا که اومدیم درس امروز ما شما این گزینه است به نام بیت لاکر درایو انکریپشن، یعنی درایو های شما را یا پارتیشن های شما را لاک میکنه. از این گزینه استفاده کنید. میان بالای از این گزینه کلیک میکنین. این گزینه رو که در قسمت کلیک کردین، یعنی اینجا ما شما داریم گزینه به نام ترن آن بیت لاکر که را شما میتونین گفتم هم در فلش استفاده بکنین و هم برای درایو آیکن. حالا مرحله اول ما میریم برای فلش کار میگیریم. مثلا اینی فلش ما شما باشه، میم در فلش این قسمت در فلش رو ببین، در کامپیوتر خود کانکت میکنیم، یعنی وصلش میکنیم. فلش که وصل کردیم دینی قسمت برای شما میایم. اینی گزینه نبود سیکو. حالا فلش میکشم نیست. اون یک دانه سی نوشته شد، یک دانه دی نوشته شد. زمانی که میایم فلش در کامپیوتر وصل میکنیم، اینه ایم برای ما شما چی شد؟ استفاده شد. خب میایم بالای از این گزینه کلیک میکنی، اونجا نوشته میشه ترن آن بیت لاکر. بالای ترن آن بیت لاکر کلیک کن، یک کمی صبر میکنی این صفحه برات بیاد. حالا تو میخوای کی رو لاک بکنی، به خاطر لاک کردن معمولا باید پسورد داده شود. نه چی داده شود؟ پسورد. صحیح کنید به این شکل. اما این دو تا خانه داره، هر دو خانه چی هستن؟ غیر فعال است. بفرمایید حاضریتون از دفتر گوش بگیرید. حاضر 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 زهرا حاضر حامد حاضر فرشته خب ببینید این غیر فعال است، یعنی تو نمیتونی گزینه ها رو چک بکنی. صحیح است؟ گزینه ها رو نمیتونی چک کنی. خب پس چیکار میکنیم؟ اینجا بالا نوشته شده گفته choose how you want to unlock this drive. یعنی چرا خواهم باز unlockش میکنی؟ این گزینه رو چک کن و گزینه ها فعال میشه. اینجا رمز میتی برش. مثلا نوشته میکنیم 1 2 3 4. صحیح است؟ 4. اینجا من کلیک میکنم 1 2 3 4. اینا رو میبینید قسمت نکست میکنم. نکست میکنم برای ما قبول نکرد. اون در بالا یک چلی پا زده شده. گفت the password you entered don't match. پسورد رو که شما این انتر کردین میگم برابر مچ نمیکنه. چرا؟ به خاطر که اینجا گفت password should contain uppercase and lowercase letters, numbers, space and symbols. چی مانا؟ گفته پسورد شامل شود باید چی؟ uppercase حروف بزرگ، lowercase letters حروف کوچک، نمبر باشه، اسپیس فاصله and symbols. اینشتا یعنی ما این رو میگه کیس سنسیتیو میگه برش. خب این رقم پسورد باید داشته باشه. و یک شرط دیگه هم داره که از 8 دانه کریکتر باید کم نباشه. خب از 8 دانه کریکتر کم قبول نمیکنه. حالا ما از 1 تا چند گرفتیم؟ 4. پس قبول نمیکنه. باید از 1 تا 8 بزنم. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8. در پایین هم مثلا اینجا کلیک میکنی 5 6 7 8 و من این قسمت نیکس هم میزنی بازم قبول نکرد. مچ منظور شاید یعنی بالا و پایین یک چیز نیست. پس اینم نوشته که 1 2 3 4 5 6 7 8. پایینم از سر نوشته میکنم، این رو پاک میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 و من این قسمت نیکس هم میزنم. این هم داشت. خب این مرحله اولش بود که شما آمدین اونجا برش رمز گذاشتین. صحیح است؟ در این مرحله چی میگه؟ میگه که how do you want to back up your recovery که نیکس غیر فعال است. یعنی نیکس فعلا کار نمیته. وقتی شما این بالای کلیک میکنین کار نمیته. چرا؟ یک وقتی میشه میگین این رمز یادت بره. نه؟ یعنی 1 تا 8 میشه یاد ما بره. چی کار باید بکنه؟ از 1 تا 8 یاد ما میره. چی کار باید بکنیم؟ از ریکاوری استفاده میکنیم. ریکاوری یعنی شما یک
بکابی کلید از زیره میبرین در یک جای ذخیره میکنین. تو میتونی میگه در حساب مایکروسافت خود ذخیره کنی، میتونی سیو تو فایل در یک فایل ذخیره میکنی، پرینت میتونی میلازم. اگر مثلا همین از پرینتر داشته باشی پرینت میتونی. من میگم سیو تو فایل در یک فایل ذخیره شد. اینجا کلیک میکنم در روی صفحه دسکتاپ اینجا یک نام میمونم، نامش نوشته میکنم که ریکاوری کی و اینا میگم اوکی. یک اوکی گفتم حالا نیکست فعال شد. دیدی اینا نیکستش کو باز نیکست و نیکست در آخرم استارت انکریپشن. خلاص فلش ما شما لاک شد، اون قسمت قیافش هم تغییر کرد. حالا اینا که بسته بکنین دوباره بیاین نه فلش مای کامپیوتر خود که برین اون فلش سعی کو یک دونه قلف کلان همراه با یک دونه کلید ایش آویزان است اینجا. پس فلش ما شما لاک شد. اما تانوز عملی لاک یک کمی وقت گیر است، یعنی کامل بیخی نشده. حالا که بازش کنین باز میشه، داخلش نشان میده. و ایرم اگه ما بیایم از این قسمت بسته کنم، یعنی ایرم اگه دیده باشین اونو رو ببینید فعلا 65% پیشرفت. این بستگی به مقدار حافظه داره. حافظه فلش تان یا کامپیوتر تان اگر زیاد بود شاید وقت زیاد بگیره. اگر حافظه فلش تان کم بود شاید وقت چی رو بگیره؟ کمتر بگیره. پس این حافظه این وقت میگیره. اما شما به خاطر که حال امتحان بکنیم که همین واقعا لاک شده یا نشده میتونیم یک کاری کنیم. مثلا یعنی پاوز بزنین. پاوز چی مانو؟ متوقف کردن است. این پاوز میزنیم اینال فلش از کامپیوتر خود میکشیم. دیدی؟ فلش ما کشیدیم. اینمی فلش حالا برای هر کس شما برای هر کدام شما بتونم در کامپیوتر خود بزنین این فلش باز کرده نمیتونین و در جریان شما نه فایل داخل از سند کرده میتونین و نه فایل را از داخلش کپی گرفتن میتونین. خب هیچ کاری شما تا زمانی که رمز یاد نداشته باشی. پس اینجا میانین فلش در کامپیوتر وصل میکنیم. فلش که وصل کردیم حالا در کامپیوتر ما کامپیوتر دبل کلیک میکنم سیکو اون. خب یک دونه قلف زرد هم داشت چی شده وصل شد. قلفای زرد اصل است نه؟ فعلا بازار نمی اصل است. قلفای زرد فعلا. حالا ما فایل داخلش میخوایم سند کنم نمیشه سیکو اینم به نام فایل است به نام فاطمه. حالا هر چی که است راست کلیک میکنم میرم در سند تو اینجا که آمدم بالای که می کلیک کنم میگه اکسس دیناید. خب بعد دیره دبل کلیک میکنی میخوایی که داخل از زیر باز کنی که می دبل کلیک میکنی از تو رمز میخوای اون دو بالا دیدی از این رمز خواست اینا رمزش نوشته میکنی 1 2 3 4 5 6 7 8 اینا این بالای انلاک کلیک میکنی انلاک کلیک کردیم دیدی باز شد. اینا ما اگر برومی فایلی که به نام ایره میمونه نید ام تو باشه واس میتونیم پسانم اجرا کنیم. میرم در سنتو که رفتم سعی میکنیم که فایل روان میشه یا نمیشه. سنتو اینو بالاش کلیک میکنم بله فایل سنت شد هیچ مشکل نه. پس این روشی است که شما فلش لاک میکنین و دوباره به این شکل بازش میکنین. اگر یک زمان رمز یادت بره چی میشه این فلش اینو دوباره از کامپیوتر خود کشیدم. خب دوباره از فلش خود کشیدم. من این فلش وصل میکنم میرم بالای زی کلیک میکنم و اینجا دبل کلیک میم رمز نوشته میکنم چند 1 2 3 4 5 6 7 8 این حالی انتر میزنم قبول نکرد. چی گفته؟ The password entered is incorrect. پسورد رو که وارد کردی میگه چی است؟ اشتباه است. پس کار نداد. خب ما چی کار باید بکنم؟ یا شاید یادم رفته باشه اما یک تا 8 نبوده یک چیز دیگه بود حالا خیلی وقت گذشته من یادم رفته. اینجا ما شما داریم مرابشن. در مرابشن که آمدین باز اینجا گفته انتر ریکاوری کی. اما ریکاوری کی رو در این قسمت بندازین. چی رو بندازین؟ ریکاوری کی رو. و ریکاوری کی رو کجا است؟ ذخیره کرده بودم در صفحه دسکتاپ. این یک فایل نوتپد برای اینجا جور میشه. نامش هم نوشته میشه ریکاوری کی. اینمی ریکاوری کی رو باز بکنین. این ببینید داخلش زیاد نوشته داره. ما با دیگرها از این کار نداریم. هر جایش که نوشته شده ریکاوری کی اونجا مدد داره. اون کار نداریم. این عدد 48 رقمی است. 48 اینمی رو شما کپی بگیرید. با ماوس خود انتخاب میکنین این شکل. کنترل سی این رو بسته کن. اینو رو برو در مای کامپیوتر
ما کامپیوتر کرافت فلش بالاش دبل کلیک کن. این اینجا که اومدی کنترل وی اینجا همیشه نه استادم جنبش اینجا جایی پسورد است. تو باید اینجا کلیک کنی در ریکاوری کی بری. اینجا کنترل چی میگی؟ وی. و ایر چی میگین؟ انلاک. چرا؟ میخوندم خب این اینجا ماندی بسیار سایز فون کلان است نه؟ این از اینجا شروع میشه. این خجایی باید بگیرم. اینا رو میگم کنترل سی اینجا دبل کلیک مور اپشن این اینجا کنترل و این میگم این حال باید باشه. دیدی؟ این حال باید پس تو زمانی که رمز یادت بره هر بار باید که فلش باز کنی اینمی کار اجرا کنی. او ریکاوری کی حفظ میشه؟ نه 48 رقم است. هیچ امکان نداره. پس تو باید چیکار بکنی؟ باید دنبال ازی باشی که می لاک قلف ازی رو از بین ببری. دنبال ازی باشی که قلفش از بین ببری. پس شما چطور میتونی رمزش قلفش از بین؟ در حالتی که اینمیال باز است، اینمیال وقت داری. در جریانی که باز است برو در کنترل پنل در جایی که همزوم اینجا که لاک کرده بدی. این اینجا کلیک کن. این اینجا بالای فلش اینه کسینش. صحیح؟ اون اینجا آخریش میزنی به نام ترن آف بیت لاکر. اینمی لاکش خاموش میکنی. می بالای اینجا کلیک میکنی و این ترن آف میگی خلاص. دیگه فلش شما اینا اینی آف شدنش هم کم وقت میگیره. پس دوباره دیکریپ شد. خب یه اصلا یک لاک میکنه یک کار دیگه هم میکنه. خب از نام زیر اگه ببین ما اینجا چی گفتیم براتون؟ چی نوشته کردیم؟ بیت لاکر درایو انکریپشن. بیت خو میفهمین؟ بیت بیت چی است؟ آفرین. یک بیت چقدر بود؟ خو یا چی گفتی یا همون رو گفت دیگه؟ همون؟ نه یک چیز دیگه بود. یک بایت 8 بیت بود. شما برعکس چگونه بیت کسی یک بیت باز چی قدره؟ یک بیت اونمو قدر جای بود که داخلش یا صفر جای میشد یا خود یک دیگه همزمان اردویش هم جای نمیشد یا یک یا صفر. اونمو یک اینمی یک دانه یکه یا یک دانه صفر بیت میگه دیگه. اینمی خودش حافظه بیت هست. صحیح شد؟ پس این برای شما لاک میکنه بیت با بیت اما به شکل چی؟ انکریپشن. انکریپشن خودش اگر ما بریم دنبال فارسیش کمی سخت میشه. منظور از ایسته که اینمی معلومات در داخل فلش یا داخل حافظه براتون کد گذاری میکنه. خب چیکار میکنه؟ کد گذاری میکنه. با او خاطر این عملیه آیسته پیش میره. این یک دفعه لاک نمیشه. یک ذره وقت میگیره که بیت به بیت برای شما ایره لاک انجام بده. این حالی از من تکمیل شد. این حال فلش میره دیگه. این دفعه اگه من بیم این از کمتر میکشم پس در فلش در کمتر وصل میکنم دیگه برای ما شما لاک نیست. اینی بود از فلش. این حالی اگر تو تصمیم گرفتی که یک درایو تانه لاک بکنیم چون خیلی وقتا اتفاق پیش میه. چرا هم اتفاق؟ مثلا یک دوست کمپیوتر از قرض میخواد دیگه. خب نام گفته نمیتونی دیگه میتی برش. اما شاید بعض دیتای داشته باشه دیگه که هر کس نبینه. پس شما راه بشه او اگه کامپیوتر تو یک نفر قرض بگیره خب از یوزر خودت استفاده میکنه دیگه نه قرض گرفته. پس اینی درایوی که داخلش معلومات مهم داری میتونی لاکش کنی. یا دو دانه درایو داری 3 دانه داری. از 3 دانه یک دانهش معلوماتای مهم خودت میندازی داخلش رو لاک میکنی. صحیح است؟ پس چرا هم لاک میکنی؟ مین راست کلیک شما درایو که لاک کردی نیاز به این نداری که در کنترل پنل میبری. از همینجا لاک میتونی. راست کلیک کنی اونجا نشته شده ترن آن بیت لاک کرد. این که کلیک بکنین این همون صفحه میاد. چی طریقه؟ چی بیا این در قسمت اینه. میرین در قسمت کنترل پنل
کنترل پنل که رفتی بیت لاکر رو بزن اینجا میتونی اینی درایو دی هسته. اما شما هیچگاه درایو سی رو لاک نمیتونید. اگر لاک کنیم به نظرتون چه اتفاقات افتاد؟ ها؟ آفرین دیگه. در داخل درایو سی چیه؟ ویندوز. اصلیش هم خود ویندوز است. یعنی شما زمانی که کامپیوتر رو روشن میکنین چی اتفاق میفته در کامپیوتر؟ یعنی برق اول میاد داخل پرزجات. خب ما زمانی که کامپیوتر رو روشن میکنیم این عملی روشن شدن کامپیوتر به نام پست یاد میکنه. خب چی یاد میکنه؟ پست. یکی بحثای علمی میشه، یکی هم ساده. اگه ساده بگیم خونه کامپیوتر پاورش میزنیم میگه کامپیوتر روشن میکنه. اما علمی‌تر بریم پیش بازی رو میگه پست عملیه را. بازی نامش چی است؟ کدوم کلمه است؟ یا ابریویشن است. خب یعنی پست از کلمه پاور آن اسش از سلف گرفته شده، سلف تیش هم از تست گرفته شده. پاور آن سلف تست. یعنی تو که کلمه پاور را میزنی یک دستور به نام پست است. این در کامپیوتر فعال میشه. این در باز کامپیوتر ما گفته بودیم چند تا حافظه داره؟ 2 دانه. یکی چی گفته بودیم؟ رم یعنی دائمی و موقتی. باز ما یک حافظه دیگه هم داریم که مثلا بهتون نگفتیم به نام روم است. خب یک حافظه دیگه هم داریم روم. یک حافظه بسیار کوچیک است که بایوس کامپیوتر است. در داخل از این دستوری به نام پست ذخیره است. این زمانی که کامپیوتر رو شما روشن میکنین بعد اول دینی حافظه میره. این که رفت اینی دستور رو برش خبر میده. میگه برو کل کامپیوتر رو چک کن. مثل سابق که بود نه؟ سابق که بود مثلا اشرف غنی که در برچی اینجا میامد پیش از اینکه یک درجه مورد یک شهر بره اول چی کار میشه؟ میره چک میکنه. بخش سکیوریتی هستن. اون میره چک میکنه، بررسی میکنه که امنیت بود، باز مخابره میکنه میگه بیا. باز امروز از اون مثلا هم لینجرا و دیگر موتورا میین. پس پاران سنتز اینی کارو میکنه. میای کل کامپیوتر رو چک میکنه. چک میکنه که هارد دیسک سر جای خود است، چون ویندوز در داخل هارد دیسک است نه؟ است بله. رم هست بله. کیبورد کامپیوتر هست یعنی اگه کامپیوتر اونو کامپیوتر رو شما برین کیبوردش رو بکشین روشنش کنین. ویندوز بالا نمیاد. چون برای ویندوز روشن کردن ما کیبورد نیاز داریم. رمز خدا بزنیم، اینتر بکنیم نیست. هر چیزی که کم بود برای تو مسیج میده. زمانی که اومد تست کرد دید که کل چیز سر جایش است، او زمان باز ویندوز میاد بالا. چی میاد؟ ویندوز میاد بالا. خب یه ما به خاطر چی گفتم؟ گم دستی در کجا بود؟ ها؟ دستی در قلب کردن چی دست. آفرین، قلب کردن دست. اینال زمانی که شما بیاین درایو سی خود رو لاک کنین، یعنی دستوری پست میره چک میکنه کل چیز سر جای خود است. باز میای ویندوز خبر میکنه که بیا حرکت کن، میره که دروازه بسته فکر کنید. رئیس جمهور داخل قلب مانده. صحیح؟ دیگه می خاطر است که شما درایو سی خود لاک نمیتونین و لاک هم نکنین. خب کوشش کنید. پس این درایو لاک میتونین. پس اینجا مین راست کلیک، یعنی اینجا مین اون ترن اون بیت لاکر، یعنی گزینش چک میکنی، یعنی اینجا کلیک میکنی، اونم 8 تا رمزی که بود اونم مستگیش فرق نمیکنه. از 1 تا 8 ما چی رو شمار چی میتونیم انتخاب کنیم. ما از خاطر کدوم حافظه ضعیف است از 1 تا 8 میزنم. اینا رو چند خود میشه یادم بره. یعنی اینجا که اومدین اینا رو باز اون سیو تو فایل میذارید، میای اینجا کلیک میکنی. و تا اون لاک نشه که تو بیای چی را امی ریکاوریش رو در داخل درایو خودش ذخیره کنی. کدام وقتی اتفاق افتاده براتون بکس قلف کنی کلید در داخلش باشه. شدنه؟ به این خاطر بود که قلفایی که نو برآمده بدون خود کلید قلف نمیشه. یعنی کلید باید در داخل قلف باشه که دور قلف کنی. قلفای سابق هم سیاه که بودک نه سنگی که بودک و کلیدش در جای بود میدن سی قلف کنی. یک وقت یاد میاد که کلید داخل بکس مونده خودش اومده قلف. این یک مشکل بود برای خیلی ها مثلا باز این قلفای جدید برآمد. اینا در کامپیوتر توی کار نمیره که تونس درایو باز است، یعنی میتونی در داخل خودش ذخیره کنی. نشه که تو به ریکاوریش در داخل خودش ذخیره کنی. یک وقت تو لاک بانه تو دنبال ریکاوری بگردی بگی ریکاوری هم در داخل هست. نمیشه. پس من میام صفحه دسکتاپ انتخاب میکنم یا در یک درایو دیگه ذخیره کرده میتونی. این نامش میمونم که ریکاوری 2. و اینی رو میگم next و استارت خلاص. یعنی ببین درایو من لاک شده. اون بالای درایو من یک دونه قلف کلام گذاشت.
این حال شما اگه بخواین تست کنین تا زمانی که کامپیوتر باز یک خاصیت داره، زمین هارد دیسک که وقتی میخوای بفهمی که آیا لاک کامل شده یا نه، باید کامپیوتر خود ریستارت کنی. چون فلش خود من تونستم بکشم، پس که زدم دیدم که لاک شده. هارد دیسک که من این درایو لاک کردم، این حال کامپیوتر تو اگر میخوای لاک شود باید کامپیوتر خاموش شود پس روشن شود. یعنی با هر بار روشن خاموش شدن این لاک میشه. زمانی که اینتر بازبانی و کامپیوتر روشن باشه دیگه لاک نیست، چون خودت باز کرده فکر میکنی که بازش کرد. پس اینو که وقتی خاموش کردی اینو لاک میشه. پس من اینو کلوز میکنم، یعنی پیش میری در بک‌گراند خودش اجرا میشه. اینا کامپیوتر خود اگه من ریستارت کنم بیایم یعنی درایو من لاک است دیگه، از داخل از هیچ معلومات رو گرفتن نمیتونم. شما که کامپیوتر برای یک نفر دیگه میتونید حتما خاموش کنید، روشن کرده نیست میتونید که میبره خانم روی خاموش میگین و لاک میشه درایو. پس اینا پس اینم خواستی از لاک بکشی باید بری پس دم کنترل پنل. حالا من میتونم بدون چیزی به خاطر که تونز لاک کامل نشده اینا رو ترن آف میگم، پس این ترن آف اما عملیات هست از لاک خارج شده. اینا رو میبینید. یک گپک دارم وسط ها، من خیلی جزئیات هایی که من تقریبا سالهای چند بود، سالهای مثلا 2016 بود یا 2015 بود، یک دانه هارد دیسک اکسترنال داشتم، این رقمی لاکش کرده بودم. باز یک روزی رمز یادم رفت، نشد خیلی دیر استفاده کردم، هر چی زحمت کشیدم دیگه باز نشد، بیت لاکرم پیش نمیاد. باز هیچ روش دیگه وجود نداره که بدون از اون ریکاوری شما رو بازش کنید. راه حل از چیه؟ راه حلش است که شما فرمت بزنید. فرمت که بزنی دیتایش پاک میشه، قلفش هم پرنده میشه. اما هر چی زحمت کشیدم دیتایش پس آوردن نتونست، یعنی پس ریکاوری نمیشه. یعنی اونجا دم اشاره نام یک دونه دفتر است، بسیار کار ریکاوری را انجام میده. خب مثلا اونجا که برین بسیار اتفاقات اونجا نفرا رو میبینید. یک نفر می مثلا فیلم عروسیش چند وقت پیش عروسی داشتن، عالم فلش که از استفاده کرده اون کاملا از پیش پاک شد. او رفته 5000 6000 10000 هزینه کرد، حالا کل دیتایش پاک شد. شرکتایی میای که بسیار دیتای مهمیش که داود 1000 2000 3000 دلار ازش داشته او پاک شد. حالا اومدم اونجا میایم او نفر بسیار چی است اونجا ریکاوری در مارکت کامپیوتر فروشی است. باز او اولین سوالی که ازت میگه بیت لاکر که نزده بودی. اگه بگی بیت لاکر زده بودم فرمت باز پس میتونه میگه بری نمیشه، چون هیچ روشی وجود نداره. چرا؟ به خاطری که ما اینو که لاک میکنیم بیت به بیت لاک میشه. بیت لاکر میفهمونم بیت به بیت لاک میشه، هیچ دیگه راه بازگشت وجود نداره. به این حالتی که شما اینو لاکش میکنید. یعنی جزئیات چیزش هم براتون گفتم که یگان وقتا میشه یگان اتفاقا بیفته. باز